سلام و درود خداوند متعال بر همه شما برادران اهل اسلام. این لحظه که صدای بنده را میشنوید، از خداوند متعال خواهانیم هستیم که این صحبت های ما را به نفع جان ما و شما خداوند موفق بگرداند. امروزه بعض برادران اهل اسلام از ما سوال کردن در باره همین برادرایی که امروزه پسردنیکی میکنن و بعض خیانت ها نسبت برادرها نسبت خواهرها بسیار سوال شد. میخواهم اندک صحبت کنم. شاید همون برادری که امروز پسردنیکی میکنه، حق یک برادر، حق یک خواهر مسلمان که امروز از وطن بیرون شده است، برای رزق حلال آمده است، او را فند و فریب میکنن. شاید که الله متعال هدایتش کنه، این گپای ما را بشنوه و از این فعل ناخوب خود بر بگرده. پیش از آغاز صحبت میخواهم یک حدیث از پیامبر خدا علیه السلام که همه کتابای معتبر او را بیان میکند در حق پیروان اسلام هسته. پیامبر خدا علیه السلام بیان کرد که ای امت من، آیا مفلس میدانید چگونه انسان هست؟ اصحاب کرام گفتند یا رسول الله، مفلس کسی هست که در جیب خود، در کیسه خود پول نداره، پول یا پیسه نداره. پیامبر گفت آیا ما مفلس حقیقی را به سمع شما بفهمانم؟ اصحاب گفتند بله یا رسول الله. جناب پیامبر علیه السلام گفت مفلس حقیقی کسی هست که نماز خوانده است، روزه گرفته است، حج کرده است، زکات داده است و دیگر عملهای خوبم کرده است، لکن در برابر همه عملهای خوبش با عملهای بدم کردگی هست. گفتند چطور یا رسول الله؟ پیغمبر خدا علیه السلام گفت بعضی وقت گفت حق یک برادرش خورده است، ظلم نسبت یک برادرش کرده است، آبرو یک برادرش ریزونده است و دیگر کارهای ناخوب کرده است. گفت فردای قیامت پیامبر گفت که او را به میدان محشر فیراد میکنند و او انسانهای دعواگر در گرد او جمع میشوند و به سوی پروردگار خود دعوا میکنند که یا الله متعال، این بنده در حق ما ظلم کرد. دیگرش میگوید یا الله آبروی مرا ریزونده بود، دیگرش میگوید یا الله مال مرا غصب کردگی بود، دیگرش میگوید یا الله مرا فریب کردگی بود. همه اینها یکی در یک دعوا میکنند و الله متعال ثوابهای این بنده را که نماز و روزه دیگر عملهای خوب کردگی بود، همه عملهای خوبش ثوابش میگیره، در اون برادراش میده تا جای میرسه که در این بنده خدا دیگر هیچ ثوابی نمیمونه، اونها طلب کردن میگیرن. الله متعال میگه یا بندگان من، در این برادر تو چیزی باقی نگذاشت. اونها میگویند یا الله متعال گناههای ما را بگی و در دوش اون برداشت کن و در دوش اون بگذار که گناههای ما را چکا کنه، برداشت کنه. الله متعال گناههای این بنده را میگیره، در بالای اون بنده مفلس چکا میکنه، بار میکنه. به همین خاطر برادران اهل اسلام در هر کجا که باشه، یا اهل علم باشی یا حاجی باشی، بسیار برادران میگویند که همون پسردنیک با حاجی هسته یا اینکه ملا هسته. قسم به خدا فردای قیامت الله متعال برهنه هستی، بی کفن هستی، چختت میکنه و از حق اون مسلمان ها چکا میکنه، است طلب میکنه. سه دعاهای هست که پیامبر میگه رد نمیشه، یکی از اونها دعای مظلوم است. تو پیامبر گفت از دعای مظلوم بترسه، حتی اینکه کافر هم باشه. تو ای برادر اهل اسلام، وقتی که پول اون برادر میگیری، پول اون خواهر میگیری، تو فراموش نکن که اون بیچاره فرزند داره، اون مادر داره، پدر داره، آبی دیده میکنه، زیق میشه، در حق تو دعا میکنه. قسم به خدا بین مظلوم و بین پروردگار دیگر هیچ حجابی نمیمونه، دعاش مستجاب میشه و عاقبت خور میشه. اگر در خودت ضرر نکنه، در زنت ضرر میکنه، اگر در زن ضرر نکنه، در فرزند ضرر میکنه. با خود به برادران اهل اسلام حق همدیگر را نخره. شاعر میفرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند،
که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضو را بدر آور روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو چگونه حق یک برادرت میخوری؟ تو بجایی که کمک یک برادرت کنی، دست یک برادرت بگیری، حق یک برادرت میخوری. چی به طریق دروغ باشه، چی به طریق ظلم باشه، چی به طریق فریب باشه، همش حرامه برادر اهل اسلام. یا دیگر در این قبیل سوال هایی که از برادرها شدن که از خانه خریستیانو همو آهنایی که اسباب های هستن میدزن و به خانه های خود روان میکنن، اونهاش هم حرام است برادرها. بهترین نعمت برای انسان برادر اهل اسلام این ایمان است. وقتی تو از خانه کافر دزدی که میکنی، او فرد از ایمان طلب میکنه، روسیه و شرمنده میشه. آیا ارزنده هست که مسلمان دزدی کنه؟ پیامبر خدا علیه السلام میفرماید لا یسرقوا حین یسرقوا و هو مؤمن. ای امت من، ترا میگم که دزدی نکن. در حالی که دزدی میکنی گمان میکنی، تو فکر میکنی که تو مؤمن هستی، تو مؤمن کامل نیستی. پیامبر خدا علیه السلام میگه به همین خاطر دزدی نکنی. مسلمان عیبه که دزدی کنه، حاجی عیبه که حق یک برادر بخوره. اون حاجی، اون ملایی که وقتی که کار میکنه تن توش داره خودش کار میکنه، نه که با یک کس فریب میکنه یا اینکه دزدی میکنه، آبی دیده یک خواهر یک برادر میریزونه، مردنت بهتره برادر اهل اسلام. نخواه مسلمان حق یک مسلمان بخوره. دیگر اینکه برادرها فراموش نکنه، در همه جنازه ها قریب که اشتراک کردگی. یک عالم وقتی که جنازه را تابوت به جنازگاه برن بیان میکنه برادران اهل اسلام، دو سخن میگه، همه دیره از من خوبتر میدونه. حقوق الله و حقوق العبد میگن برادر اهل اسلام. حقوق اللهش نماز روزه است، امید است که میگه الله ببخشش. نه که حقوق العبد حق یک برادرتونه. و همو عالم بیان میکنه که برادرها این برادرتونه پهیل کنه که رحلت به آخرت کیسه است. شما چگونه حق یک برادر یک خواهر تا میخوری که مرده تا در پیش جنازگاه میمونن؟ او عالم اگر 100 بار بگه که پهیل کنی، نکته یک کسی حقش خورده، یک خواهر را حقش خورده که در جنازه تو نیست، او ترا پهیل نمیکنه. وقتی ترا پهیل نکد، الله ترا پهیل نمیکنه. برادر اهل اسلام، با خود بیای حق همدیگر را نخری. چگونه که تو مشکلات داری، تو پرابلم داری، تو فکر زندگی داری، او برادر را که تو فریب میکنی، او رنگ تو مشکلات داره، او رنگ تو فرزند داره، او رنگ تو پدر مادر داره که محتاج هستن که فرزندشو با اونها پول روان میکنه. ارزنده نیست که ما و شما دزدی کنیم. ارزنده نیست مسلمان که یک کس فریب کنه. پیامبر میگه هر کس یک برادر مومن فریب میکنه او از ما نیست. به همین خاطر اگر شفاعت پیامبر بخواهی با برادرت خیانت نکن. اگر بخواهی فردا روز قیامت الله تعالی محشور مسلمان در میدان محشر با همراه مسلمان حشرت کنه، خیانت به یک برادرت نکن. الله متعال همه ما و شما را هدایت کنه که مسلمانی واقعی باشیم. پس رد نکشیدی، پس رد مسلمانی واقعی شه. خیانت به هر یک برادر، هر یک خواهرت کردی، تو مومنی واقعی شده نمیتونی. الله متعال کنه که این سخنهای من به همه ما و شما راه هدایت نصیب و روزی بگرداند. آمین.